امروز ملا حسن خطبه نماز جمعه میزنه. من خودم از بدتجی چی دکله بوده یک سوال فلسفه مغزم را پریشان کرده که هنوز هم فلسفه بشر به اون نرسیده. اون همین که سر جمعه اینقدر به شنبه نزدیکه، اما شنبه اینقدر از جمعه فاصله داره. چه؟ بعضی وقتا چیزی اون در از نگاه میاندازی بدبختی بینوا. تو همانه چی از من میپرسیدی که چرا خواهر من یک خواهر دارد ولی من 2 خواهر دارم. آخه بدبختی نفهم گاماست. خب مرد باید تو برابر زن داشته باشد دیجی، اگه نداشته باشد که جمهوری اسلامی کشی دیجی. همینجا در اهمیت احترام خانواده بگویم که هر کس به والدین خود احترام بگذارد مثل این است که به پدر مادر خود احترام گذاشته باشد. اصلا روی عمر هم تأثیر میگذاره ها. از نظر علمی الان ثابت شده که انسان هایی که بیشتر عمر میکنند دیرتر میمیرند. بحث اول انتخاباته که این شلم به شوربا تقصیر شوربای نگهبانه که دموکراسی زیاده میده. یعنی مثلا چه از 686 نفر 8 نفر کاندید میکنه. از اولش باید یک کاندید احراز صلاحیت میکرده، بقیه کاندیداها رو ترور میکرده یا اقلن زندان میکرده، آدم خیالش راحت باشه. من خودم برای تنور انتخابات شعر گوشمشم. چه فارسیش؟ شعر بافتم، شعر داغ بافتم. میفرماید که ولی فقه کشمات تو را چه به انتخابات. اون نه اشتباه شده، اون بده نه؟ اون یکی انتخابات مسخره ولی فقه در به دره. نه نشد، اونم که خوب نیستی چی. یا مثلا بسیجی خیلی خره، اون که نه اسرار نظامی لومده اصلا ولش کن. شعر چی برای انتخابات؟ چیزی که عیان هست خودش عین همان هست. میرویم به خطبه دوم. خطبه دوم خیلی محزونی، غمگسارانه. مال اون که اون چه بلد بوده، خشاب دوشاب چه فوتوشاپ بلد بوده. آقای گوبلر دام مزیل دولاله نماینده مقام عظمای ولایت در سازمان ملل. حیوان بالا ناکام شد. از همه کاندیداها بیشتر التزام عملی قلب داشتی به ولایت فقیه، اما ناکام شد. آبرویش را برای مقام عظما داد. اصلا التزام منزلی هم داشته. اون منزلش چه؟ اون بربر واگونه، بربری واجره، چه؟ واگنر. اون هم ولایت مدار بوده. منزل که میگویم نه اون منزل که دیوار سنج شیشه آدم نسته ها، اون یکی منزل. البته ایشان هم دیوار سنج آدم نسته، اما التزام داره به مقام عظما. میفرماید در مورد ایشان که جیرم پدر تو بود قاطر، هیچ فهمیدی برای چه خاطر؟ دو رأس نماینده عظما ملا حسن بودی و گوبلر. آقای گوبلر دام برکاتو خیلی شفافه. از این طرفش نگاه میکنه اون طرفش دیده میشه، مثل نردبان میمانه. من اصلا اسمونه گذاشته بودم حجت الاسلام راستگو. حیوان بالا شیره اش را کشیدنده ها، هیچ صد از اون نمان. مثل اون چه میگویی، اون انگور بازنشسته چشمش مانده فرستادنده اون کشور گانگوروی چه اونجا فرستاد. نه اون که حیوانه ها بچهش تو جیب لباسشه که وقتی بچهش را میدوزدند میگوید آی جیبم را زدند. نه. خلاصه انشاءالله گم به آخر مقام عظما باشه. حالا من به مقام عظما گفتم که این ولایتینه بیرون کنی، بفرست بازپروره، گوبلر بیاره مشاور بین المللی. منزلش هم نماینده مقام عظما در آلمان یا نماینده آلمان در مقام عظما فرق نمیکنه. به نوا چه بعضی تو باز چیز نگاه میکنی، چرا مثلا مثل چیز نگاه میکنه پی عجب بدبختی چه چدا بعضی بشو تو اونجا منه نگاه نینداز. تو همانه که راننده من بوده، منه برده نماز جمعه ماشین را قفل کرده، کلید را در ماشین جا گذاشته تا بروی کلید ساز بیاوره. من 2 ساعت توی ماشین گیر کرده بودم. اوتان خجالت چه بدبختی بینوا.